صبح 19 فوریه 2015 یک تماس تلفنی با پلیس ایوان و سامرست گرفته شد. There's the police, how can I help? My daughter's gone missing. No one has seen her, no. No. We phoned around the family, all her friends have contacted us and asking where she is, and none of them know. What's her name? Rebecca Watts. پشت خط پدری که مدعی شد دختر 16 سالش ناپدید شده. ربکا واتز که همه او را بکی صدا می‌کردند بیش از 24 ساعته که کسی او را ندیده. نه تماس، نه پیام، نه نشانه ای از او. برای پلیس آغاز یک پرونده بود، اما برای خانواده‌اش شروع یک کابوس واقعی. Right now? It's really hot anyway because of the microwave. I want a drink ready. No, it's fine. Dad, dude, I'm taking half of... بکی در 3 ژوئن 1998 به دنیا آمد. تا 1 سالگی در کنار مادرش تانیا زندگی کرد. بعد از جدایی تحت مراقبت پدر و همسر دومش قرار گرفت. محل زندگی این خانواده در سنت جورج بریستول انگلیس واقع شده و بکی در کنار پدرش دارن و نامادریش انجی زندگی میکنه. ربکا که همه بکی صداش میکردن دوران کودکی و نوجوانی خودش رو با ترس و اضطراب بیش از حد گذرونده بود که همین باعث مبتلا شدن او به بیماری و اختلال شدید شد. بکی مدرسه رو ترک کرد و در مراکز درمانی به درس خودش ادامه داد و روز به روز بهتر شد. بر اساس گزارش‌ها یک روز قبل از تماس بکی در یک دورهمی دوستانه حضور داشته و شب پیش دوستش مونده. فیلم دیدن، بازی کردن و تا صبح نخوابیده. بعد برگشته خونه، با انجی خوشوبش کرده و به اتاقش رفته تا استراحت کنه. حدود ساعت 11 نامادریش انجی که بیماری MS داشت برای قرار بیمارستان آماده شد. قبل از رفتن بکی رو دید و همه چیز عادی به نظر می رسید. اون لحظه آخرین باری بود که او زنده دیده شد. دقیقاً بعد از خروج انجی، برادر ناتنی بکی نیتن به همراه دوست دخترش شونا وارد خونه میشن. شونا بلا فاصله میره تو حیاط تا سیگار بکشه. این آرامش عادی و روزمره خیلی زود تبدیل به یک کابوس ابدی شد. وقتی انجی برگشت متوجه شد بکی تو اتاقش نیست. هیچ سرنخ یا مورد مشکوکی تو خونه و اتاق وجود نداشت. Her clothes are missing. Her makeup still here. This is all I would not leave the house. بکی مثل همه جوانها وابسته به گوشی و لوازم شخصیش بود و 24 ساعته با دوست پسرش لوک در ارتباط بود. پدرش با دیدن این که لوازم آرایشی بکی داخل اتاقشه و او بدون اون از خونه بیرون نمیرفت نگران میشه. ساعتها میگذره و بکی بر نمیگرده. تلفنش خاموش و پیامها بی جواب موندن. نگرانی کم کم تبدیل به وحشت میشه. همه احتمال دادن بکی با دوست پسرش رفته بیرون و برای همین گوشی رو چک نمیکنه. زمان گذشت. زنگ خونه به صدا در اومد. لوک پشت در بود با چهره مضطرب و یه گوشی تو دستش که نشون میداد پیام‌ها از یه تایمی به بعد بی جواب مونده. معلوم شد که بکی پیش دوست پسرش هم نبوده. Becky Watts, who's 16, was last seen at her Bristol home. She told no one where she was going when she disappeared. نگرانی ها بیشتر شد. تماس با دوست و اقوام شروع شد. اما همش بیفایده بود و هیچ کس هیچ خبری از او نداشت. پلیس اعزام میشه و بررسی میکنند. نه در شکسته نه پنجره باز و اتاق مرتب بود. فقط متوجه ناپدید شدن گوشی و لپتاپ بکی شدند. برای پلیس این احتمال فراره. به همین خاطر پلیس یه برنامه تلویزیونی ترتیب دادن و درخواست کردند لااقل با یکی از دوستاش تماس بگیره و خبر بده حالش خوبه، اما به نظر نمی رسید بکی دلیلی برای فرار داشته باشه. If you can call home, one of your friends, phone us, the police, on 101, just confirm where you are, let us know you're okay.
can help work through any issues that you might be facing. I would also ask anyone who might have any information about where Rebecca is to come forward and talk to us. قدم بعدی پلیس راه اندازی یک کمپین آنلاین با هشتگ فایند بکی بود. دختری 16 ساله از اتاق خوابش ناپدید شده. عکس بکی همه جا دیده میشه. از پوسترها گرفته تا شبکه‌های اجتماعی و هشتگ‌ها. در عرض چند روز تعداد دنبال کننده های کمپین به بیش از 2 میلیون نفر رسید. چند تا تیم تجسس از نیروهای داوطلب که تعدادشون به 100 نفر میرسید همه جا را زیر و رو کردند. اما با وجود همه این تبلیغ‌ها و تلاش‌های مردم هیچ نشونه‌ای از بکی پیدا نشد. اعضای خانواده هر روز بیشتر تو این کابوس فرو می‌رفتند. به همین خاطر تصمیم گرفتند تو مصاحبه تلویزیونی شرکت کنند. If you can see this, get in contact. And if anyone out there knows something, just tell us. Just bring her home safe. If you've got her, then put her somewhere we can find her. We want her home, please. بعد از گذشت یک هفته تحقیقات وارد مرحله جدیدی شد. تیم پزشکی قانونی به امید پیدا کردن یه سرنخی وارد خونه شد. از اون طرف پلیس هر کسی که بکی رو میشناخت مورد بازجویی قرار داد. نیتن متیوز برادر ناتنی بکی و دوست دخترش شوناهور، انجی نامادری او، حتی تیلا دوست صمیمیش یکی یکی مورد بازجویی قرار گرفتند. اینطور که معلومه نیتن و شونا روز حادثه داخل خونه بودند و صدای بسته شدن در بعد از رفتن بکی رو شنیدن. So she was assuming it was Becky going out. Yeah. So I'm assuming it was Becky going out. Okay. No one saw her go, but No. just heard the door go, Yeah. and the assumption that Becky had left. Yes. انجی مشخصاً درگیر گفتگو شده. این بیشتر نشونه درماندگی و ناتوانیه تا پنهانکاری. About 11ish, heard music upstairs. Assumed Becky had been in then. I went into the kitchen to get a cigarette. I went to go outside to have a cigarette. My daughter started whinging because she wanted to come out with me, so I took her down to the garden to help feed the rabbit while I had a cigarette. Probably was about 15-20 minutes. Then we came back up. I went into the kitchen to get a drink. I think I was washing my hands. Then I heard the front door slam. And then I think it wasn't until a lot later on that Angie asked me if Becky had gone out. And I said, yeah, I heard the door go. She must have gone out earlier. در این بخش از مصاحبه شونا با پاهای انداخته روی هم در نگاه اول عادی حتی راحت به نظر میرسه، اما اغلب نشانه آرامش نیست، بیشتر نشانه بستن فضا و ایجاد یه مرز روانی که بدن در حالت دفاعی قرار میگیره. این فرم دست رو میشه هم تلقین آرامش به خود، هم کنترل احساسات بیان کرد. مجموع این رفتارا میشه فشار ذهنی کنترل شده گفت. Do you know whether she uses WhatsApp? Yeah. She does. So you and her would normally be through text and Facebook Messenger. این حالت نشستن دوست بکی نشون دهنده غم، اضطراب بالا و واکنش احساسی ناپایداره. دستهاشو گره زده و چهره نشون دهنده بار غم و اندوهیه که داره تحمل میکنه. Charles Matthews. Okay, and alright to call you Nathan? Yeah, okay, I'm fine to be Gwen. When you heard that, is your thought, are you thinking that's the front door that slammed? Yeah, okay. And who did you think that was then? What, Becky? در بازجویی نیتن یک تضاد جالب دیده میشه. دستهاش به هم گره خورده و همزمان پاهاش بسته نیست و باز نگه داشته، حالتی که معمولاً با حس تسلط یا امنیت همراهه. این تضاد مهمه چون نشون میده ذهن درگیره اما بدن هنوز احساس خطر نمیکنه. از روز ششم هر دقیقه که میگذشت اطلاعات جدیدی به دست میومد. تیم پزشکی قانونی حین جستجو یک لکه خون کنار اتاق بکی و یه اثر انگشت
روی چارچوب در پیدا کردند که متعلق به نیتن بود. برای همین در 28 فوریه دقیقاً 8 روز بعد از گم شدن بکی، نیتن و شونا دوباره برای بازجویی احضار میشن. اما سوالی که پیش میاد اینه که اگه واقعاً این دو نفر دختر کوچیک خانواده را دزدیدن، انگیزشون از این کار چی بوده؟ و نکته مهم، بکی الان کجاست؟ The reason I've come here is to make an arrest of yourself, okay? And what I'm going to do is explain everything here now, okay? Put your hands like that for me, alright? It's a minor thing really, but I think some of our colleagues were trying to speak to Nathan. Just part of those initial inquiries just a few days ago on Tuesday, I think it was. And they sort of perceived a bit of reluctance. So, do you have any knowledge of that? Not to my knowledge, and I wouldn't know now. No. Has Nathan had any sort of concerns about speaking to us? Not that he's told me now. No. If he does, I wouldn't know then. Yeah. How is he finding it? He's found it quite hard actually. Again, he's kind of more thinking, my God, if it was, or again, knowing how hard it'd be for his mum at the moment. You know, because Becky was almost like a daughter to her. Yeah. به تفاوت این دوتا بازجویی دقت کنید. حالت نشستن و دستها تغییر کرد. انگار اینجا هوشیارتر از قبله. اما استرسی که روی دوش اونه واضح و قابل دیدنه. So how would you describe your relationship with Becky? I didn't particularly talk to her, but obviously I don't particularly like her. And obviously what annoys me is the way she speaks to like my mum sometimes. She'd be kind of like rude or whatever. در حالی که این دو نفر در حال بازجویی بودند، یه تیم به خانه آنها برای پیدا کردن سرنخ یا مدرکی اعزام شدند. خونه به هم ریخته و کثیف بود. کل خونه پر شده بود از وسایل مختلف و لوازم آشپزخونه و راهرو کلا مسدود شده بود و به سختی میشد داخل شد. تنها قسمتی که توجه مأمورا را به خودش جلب کرد حمام بود که تو این به هم ریختگی خونه چرا باید حمام اینقدر تمیز باشه و سوالی که پیش میاد چی باعث شده این دو زوج به تمیز بودن حمام اهمیت بدن. The address at the time that Rebecca or Becky, I think most people know Becky, as, yeah, Becky. Or Bex. Yeah, okay. Do you know her as Becky or Bex? Usually call her Bex. Is she safe? Well, I didn't know where she is, so I'm meant to know. Did you go upstairs in the house at that time before your mum came home on that Thursday? I'd say no. I can't remember. At most, if the door was shut. Happened that could be significant in the disappearance of Rebecca. Are you absolutely sure? Yes. I know you've got something to tell us. I can see it in your face. I was just making sure there was nothing like a weird significant thing that I hadn't thought of. I don't know. تو این مصاحبه میبینیم که زبان بدن داره نشون میده که دست و پاها کاملا قفل شده و شدیداً شونا داره احساس آسیب پذیری میکنه. پلیس تجسس لابلای زباله ها متوجه یه رسیده خرید شد که متعلق به یه مرکز لوازم خانگی بود. مامورای پلیس بلافاصله خودشون رو به اون فروشگاه رسوندن و درخواست دیدن فیلم دوربین‌های مداربسته شدن. تصاویر نشون دادن نیتن 24 ساعت بعد از ناپدید شدن بکی وارد این فروشگاه شده. یک عینک مخصوص، دستکش، اره برقی و ماسک خریده و رفته و روز بعدش با شونا برگشته. این بار مواد شوینده، کیسه زباله و چسب نواری خریده. حالا وقتش بود که تو این بازجویی خبر بدن که خونه‌شون زیر و رو شده و کلی مدرک پیدا کردن.
There, as far as the kidnap's concerned, you are not aware that Nathan was planning to do that on that day. Okay. How do I know that you weren't involved? Again, I shouldn't have any DNA reason to be involved, and again, the fact that, as far as I knew, he was, changing, he wasn't as violent anymore. I'm carrying his children, I didn't... To think that I would know. Sorry. No. Take a moment, that's right. Because I suppose the thing is, from someone outside looking in, is that what he's saying is he's gone to the address with an intent to kidnap her. Okay. And it's been quite convenient that you're at the garden having a cigarette and he's doing what he's doing. Yes. Do you see what I mean? Yes. And someone might say, well, hold on a minute, she'd let her know. Yeah. There's no way he could do that, or take those items, take some stuff with him, and the intent to go there without you knowing. Do you know what I mean? I'm just trying to make, Again, the car, I didn't see anything in the car. نیتن فقط یک برادر ناتنی نبود. در پشت این ظاهر مردی غرق در کینه و غرق در خیالات تاریک بود. در بازجویی‌های پلیسیش او سعی کرد بکی را نوجوان خودخواه و دشوار جلوه بده که با مادرش انجی بدرفتاری می‌کرد. اما تحقیقات پلیس انگیزه‌ای بسیار شوم‌تر را آشکار کرد. بررسی دستگاه‌های الکترونیکی نیتن وسواس عمیقاً نگران کننده‌ای را نسبت به دختران نوجوان و ریزنقش نشان داد. رایانه‌ها و تلفن او پر از پورنوگرافی خشونت‌آمیز بود که بسیاری از آنها شامل مضامین آدمربایی و سوء استفاده بود که به طرز نگران کننده‌ای منعکس کننده شخصیت بکی بود. دوست دخترش شوناهور کسی بود که همه چیز را کنترل می‌کرد، از امور مالی گرفته تا تماسش با دنیای بیرون، حتی غذای خانه را کنترل می‌کرد. نفرت مشترک آنها از بکی که در پیامک‌ها در مورد آن صحبت می‌کردند به یک عامل پیوند پیچیده تبدیل شد. برای نیتن بکی هدفی برای تمایلات جنسی خشونت‌آمیز بود. برای شونا که در این رابطه سمی گرفتار شده بود به نظر می رسید که اطاعت غریزه‌ای برای بقا بوده. ارتباط خانوادگی پوشش کاملی را فراهم کرد و به او دسترسی بی‌چون-و-چرا به خانه و اعتمادی را داد که آماده بود به وحشتناکترین شکل از آن سوء استفاده کند. What you've got to do is prove that you're not involved in this. Yes. So when I'm asking you these questions, always bear that in mind, because that's what you need to do now. Okay. Because at this moment in time, we've still got this position where you are you are in the house. Do you know what I mean? Yeah. And so, is there anything at all that's going to help you? You must tell us now. Anything at all. دیوار انکار نیتن که در تنگنای شواهد پزشکی قانونی غیر قابل انکار قرار گرفته بود سرانجام فرو ریخت. او اعتراف کرد، اما اعترافش مانند یک فیلم بود. داستان با دقت ساخته شده که برای ایفای نقش کمتر از قتل طراحی شده بود. او ادعا کرد که هرگز قصد کشتن بکی را نداشته. او اصرار داشت که نقشه‌اش صرفاً ترساندن او بوده تا به او درسی بده برای رفتار بد او با مادرش. او و شونا با دانستن اینکه بکی تنهاست به سمت خانه رانندگی کردند. وقتی رسیدن خونه به اتاق بکی رفتند. او ادعا کرد که هدفش فقط گذاشتن کیسه روی سر بکی و ترساندن او بوده. اما در حین کشمکش ماسک افتاده و بکی صورت او را دیده. About if we start with this idea you had about scaring Becky. I don't know if it was on TV or something like that, but obviously I had a couple of dreams. Primus obviously once I got her in the car, I was thinking of like a wooded area or whatever, to obviously take her back out, to obviously still have the mask on, scare her and, say something along the lines of, you've got to start treating people better, not being a bitch or self-centered, and then make a threat of
or this could happen again or worse or something like that. بر اساس گزارش‌ها نیتن گفت که در آن لحظه منو شناخت و وحشت کرد. او به پلیس گفت من او را خفه کردم و اعتراف کرد که گردنش را آنقدر فشار داد تا بی‌حس شده. بعد از کشتن او جسد را در کیسه گذاشته و به ماشین برده و در صندوق عقب گذاشته. سپس او و شونا بعد از ظهر را در خانه گذراندند و طوری رفتار کردند که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. طی چند روز بعد آنها جسد بکی را به خانه‌شان در کوچه کاتل میل بردند و ادامه ماجرا. Watts was killed and dismembered by the stepbrother she trusted and his girlfriend. The story tonight, murdered and butchered by her stepbrother. Nathan Matthews is guilty of murder and Shauna Hall of manslaughter after they killed the Bristol schoolgirl Becky Watts. اینطور که معلومه این دو نفر به دخترای جوان علاقه‌مند بودن و اغلب تو پیام‌هاشون درباره فانتزی‌های جنسیشون صحبت می‌کردن. شونا حتی یک بار به نیتن پیام داده گفته یک دختر تو فروشگاه پیدا کرده و به این فکر افتاده یه جوری بیهوشش کنه تا بیارتش خونه. First message is it says you bring me back two pretty schoolgirls then. Tell me about that text message. No comment. Next message is just went to Cost Cutters and saw a very, in big caps, petite girl. Almost knocked her out to bring her home. Shauna, what can you tell me about that? No comment. Am I right in thinking that this girl was similar to Becca's age? No comment. پزشکی قانونی با پیگیری رد پای دیجیتالی شونا متوجه شد اون 2 روز بعد از حادثه این سوال را توی یوتیوب سرچ کرده. با این حال که او به پلیس گفته بود از نقشه همسرش بیخبر بوده، ادعا کرد نیتن تنهایی دست به این کار زده و از وقتی فهمیده چه اتفاقی افتاده ازش متنفر شده. بعد از انتقال نیتن به زندان او اعتراف جدیدی کرد. اسم 2 نفر دیگه را به پرونده اضافه کرد. او به بازپرسا گفت بعد از کشتن بکی بدن اون را مسلح کرده و تو چند تا کیسه زباله گذاشته. همون روزم از دوستش کارل و جیدن خواسته کیسه ها را یه جایی گم و گور کنند. تصاویر دوربین ها نشون میده این ون سفید متعلق به کارل و جیدنه که دارن کیسه ها را جابجا میکنن. با اعتراف این 2 نفر پس از 12 روز بالاخره پلیس جسد بکی را در انبار متروکه یه باغ پیدا کرد. Police have said that body parts have been found at a property in Bristol. Formal identification has not yet been completed, but Becky's parents say they are devastated by the news. سرانجام او محل بقایای جسد بکی را که در کیسه ها و چمدان هایی در انبار باغ همسایه گذاشته بود به پلیس داد. او اعتراف کرد اما داستانش یک دروغ خودخواهانه بود که در دادگاه کاملا لو رفت. محاکمه نیتن و شونا در اکتبر 2015 در دادگاه سلطنتی بریستول آغاز شد و در نوامبر 2015 تنها پس از چند ساعت شور و مشورت هیئت منصفه حکم خود را صادر کرد. نیتن متیوز به جرم قتل بکی گناهکار و به حبس ابد محکوم شد. شونا هول به جرم قتل غیر عمد گناهکار شناخته شد و به 17 سال زندان محکوم شد. سرانجام شونا در سال 2023 در نیمه دوران محکومیت خود از زندان آزاد شد. لطفاً برای بررسی عمیق‌تر پرونده ها سابسکرایب کنید و در نظرات زیر از شما دعوت می‌کنیم تا نظرات خود را به اشتراک بذارید.